با یاد و نام خدا و با تقدیم سلام خدمت همه شما دوستان و همراهان گرامی. در این ویدیو شما را با رمزهای بهبود زندگی از نگاه جیم ران، فیلسوف کارآفرین آمریکایی آشنا میکنیم. با رعایت این اصول شما قادر خواهید بود ناممکن را به ممکن تبدیل نمایید. همه ما می توانیم از جایی که هستیم به جایی که می خواهیم باشیم برسیم. هیچ رویای غیر ممکن نیست اگر ابتدا ما شجاعت باور کردن آن را داشته باشیم. جیم ران یکی از اولین فیلسوفان کسب و کار در آمریکا شناخته می شود. فلسفه ها و اصول خود در زمینه موفقیت را به مدت 46 سال به اشتراک گذاشت. جیم ران در اینجا 13 روش برای بهبود زندگی را معرفی می کند تا شما بتوانید رویای خود را ممکن سازید. شماره اول، روبرو شدن با ترس های خود. این گونه است که می توانید بر آنها غلبه کنید. آنها را نادیده نگیرید، بلکه با آنها روبرو شوید. با خود بگویید این همان چیزی است که از آن می ترسم. باید ببینم که چگونه می توانم آن را تغییر دهم. همین امروز با ترس های خود روبرو شوید. شماره دوم، تغییر مسیر با قدرت اراده. اگر کارهایی که مثلا در 6 سال گذشته انجام داده اید منافعی که میخواهید را به دنبال نداشته، مجبور نیستید حتما همان کارها را تکرار کنید. مقصد جدیدی انتخاب کنید و آن راه را دنبال کنید. از قدرت اراده خود برای شروع فرایند استفاده کنید. مجبور نیستید که سال گذشته را تکرار کنید. اشتباهات خود را درست کنید. اکنون روی سال بعد خود سرمایه گذاری نمایید. شماره سوم، پذیرش اشتباهات خود. گاهی اوقات باید اشتباهات خود را نزد دیگران تصدیق کنید. یکی از بهترین عبارات در زبان این است: معذرت می‌خواهم. این کلمات می‌تواند رابطه‌ای کاملا تازه را آغاز کند. این کلمات می‌تواند دو نفر را به مسیر کاملا تازه سوق دهد. اشتباهتان را پیش خود تصدیق کنید. لازم نیست در مورد آنها نزد تمام آدم‌های دور برتان صحبت کنید، ولی هیچ ضرری ندارد که بنشینید و با خودتان مکالمه‌ای داشته باشید و بگویید هیچ فایده‌ای نداره که خودم را فریب دهم. شماره چهارم، داشتن اهداف بزرگ. فرایند را آغاز کنید. اهداف بالاتری برای خود تعیین کنید. به دنبال اهداف بزرگتری باشید. به دنبال چیزی فراتر از آنچه که تصور می‌کردید می توانید انجام دهید بروید. شماره پنجم، خودباوری. باید به احتمالات ایمان داشته باشید. باید باور داشته باشید که فردا می تواند بهتر از امروز باشد. به خودتان باور داشته باشید. هیچ مهارت وجود ندارد که نتوانید یاد بگیرید. هیچ دانش وجود ندارد که نتوانید بیاموزید. هیچ صنف وجود ندارد که نتوانید در آن شرکت کنید و هیچ کتاب وجود ندارد که نتوانید بخوانید. شماره ششم، به دنبال خردمندی باشید. به دنبال خردمندی باشید که پاسخها را ایجاد می کند. به دنبال خردمندی باشید تا با چالش‌های امروز و فردا مقابله کنید. آرزو نکنید که کاش آسان‌تر بود. آرزو کنید که شما قوی‌تر باشید. شماره هفتم، استفاده از زمان. بعض وقتها ما خود را گمراه میکنیم. معمولا آدم ها پیش خود میگویند من هنوز 20 سال دیگر فرصت دارم، ولی واقعیت اینجاست که شما 20 بار دیگر فرصت دارید. اگر سال یک بار به ماهیگیری بروید
تنها 20 بار دیگر برای ماهیگیری کردن فرصت دارید، نه 20 سال دیگر. شماره 8، سرمایه گذاری کردن روی سودهای خود. سودها بهتر از دستمزد هستند. دستمزدها باعث می شوند که روزی خود را به دست آورید. سودها باعث می شوند که به ثروت دست پیدا کنید. آیا می توانیم زمانی که روزی خود را به دست می آوریم به سوددهی دست پیدا کنیم؟ پاسخ مثبت است. شماره 9، شدت و جدیت در زندگی. در هر کار که مشغول هستید تلاش بیشتر کنید. کمی قوی‌تر و کمی عاقل‌تر باشید. زندگی خود را تقویت کنید و تمام توان خود را روی کاری که انجام می‌دهید قرار دهید. شماره 10، پیدا کردن جایگاه مناسب خود. اگر فقط شغل دارید و در آن کار میکنید، جایی را پیدا کنید که برایتان مناسب است و مطمئن باشید که آنها از شما خواهند خواست تا جای بهتری را در اختیار بگیرید. کار خود را به خوبی انجام دهید. بهترین کاری که میتوانید انجام دهید این بهترین راه برای پیشرفت و ترقی است. شماره 11، شرافت داشتن. شرافت مثل وفاداری است. شما نمی توانید آن را از کسی دیگر بخواهید. تنها می توانید آن را از خودتان بخواهید. بهترین نمونه از وفاداری باشید تا بهترین پیروان وفادار داشته باشید. بهترین نمونه از شرافت باشید تا افراد دور و برتان داشته باشید که شرافت دارند. خودتان را سرمشق زندگی قرار دهید. شماره 12، داشتن نظم و انضباط. نصیحت بهتری از این نمیتوانم به شما بکنم، چون که نظم و انضباط واقعیت را به وجود می آورد. نظم و انضباط شهرها را می سازد. یک فعالیت منظم فراوانی برجستگی و بهره‌وری را ایجاد می کند. شماره 13، مبارزه کردن برای چیزهای ارزشمند. این فوق‌العاده است که بتوانید بگویید من برای فرزندانم مبارزه کردم. من برای چیزی مبارزه کردم که درست بود. من برای سلامتی مبارزه کردم. من مبارزه کردم تا از شرکت خود محافظت کنم. من برای حرفه خوب مبارزه کردم که خانواده ام را خوشحال کنم. من برای مبارزه خوب مبارزه کردم. اگر چیزی ارزشمند را می خواهید باید برای آن مبارزه کنید. دوستان و همراهان گرامی، از اینکه تا پایان این ویدیو با ما بودید سپاس گذاریم. تا برنامه بعد، خدایار و نگهدار شما.